دوستان سلام. امشب میخواین یه موشکافی همچین مختصر از این قضیه کش دادن مذاکرات داشته باشیم. راستی جریان چیه؟ چرا علی گدا به جای زهر همش کش لقمه سفارش میده؟ بابا تو لوزا که همه چی رو شد که دیگه کش و قوسا واسه چیه؟ این مذاکره کننده تاریخ در رفته نظام چند روز پیش حرفایی به CNN زد که بوی چونه زنی میداد. ملاحظه کنید. حسین موسویان سفیر سابق رژیم در سازمان ملل و عضو قبلی تیم مذاکره کننده در پاسخ به اینکه خامنه‌ای گفته است هیچ خارجی نمیتواند به هیچ سایت نظامی وارد شود گفت اینجا هم یک سوء تفاهم وجود دارد، زیرا ایران پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت مشروط بر اینکه یک توافق نهایی وجود داشته باشد و ایران تمامی بازرسی ها را در کادر پروتکل الحاقی خواهد پذیرفت. موضوع مورد اختلاف بازرسی هایی است که فراتر از پروتکل الحاقی می رود. یعنی داره به طرف حسابای غربی میگه بابا خط قرمزای علی گدا خیلی هم قرمز نیست، یه چیزایی تو مایه های صورتیه، زیاد جدی نگیرید، پاش بیفته با یه نرمش و قیر و قنبیل قضیه رو حل میکنه. حالا ممکنه بگید خب این حرفا که دلواپسا رو فلفلی میکنه که راست میگی، اما مسئولیت خر کردن دلواپسا رو سپردن به یکی دیگه. ببینید این عمو جغد شاخدار چجوری قضیه رو راست و ریس میکنه. بازرسی غیر متعارف از مراکز نظامی، مراکز حساس، از اشخاص رو هم کاملا ایشون رد فرمود. بند بازی که میگن یعنی همین. اصلا یکی از دلایل کش دادن این مذاکرات همین پیچوندن بسیجی های دلواپسه. میخوان بگن مبادا رم کنید، عظما حواسش به خط قرمزاش هست. از اون طرف هم شیخ فری مجبوره هی مانور اعتدالی بیاد و بگه ما دنبال بمب و این حرفا نیستیم اصلا. ما در مذاکرات هسته‌ای هدف اصلی ما تأمین این دو هدف بود. میخواستیم در این مذاکرات به دنیا بگیم ما آماده ایم برای شفاف سازی بیشتر در چارچوب مقررات بین المللی، برای اینکه همه بدانند این تهمت و اتهام به نظام است که ایران مخفیانه در پی ساخت سلاح کشتار جمعی به ویژه سلاح هسته‌ای است. این مسئله اول. مسئله دوم، ما اهل تعامل هستیم، ما اهل گفتگو هستیم، ما با منطق با دیگران صحبت میکنیم و ما معتقدیم اگر مشکلی وجود داره پای میز مذاکره قابل حل و فصل خواهد بود. اون چه مد نظر ما هست و هدف ما هست اینکه بتوانیم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ایمون رو ادامه بدیم، یک، دو، تحریم ظالمانه رو برداریم. آها، اینم خودش یکی دیگه از دلایل کش دادن مذاکراته. میخوان هم از تناب تحریما خلاص شن، هم یه جوری یه سوراخی چیزی نگه دارن تا وقتی آب از آسیاب افتاد دوباره برن دنبال همون فناوری صلح‌آمیز ساختن بمب هسته‌ای. اما این وسط یه بدبختی دیگه هم هست که عظما رو حسابی دلواپس کرده. اونم اینه که وقتی مذاکراتو کش میده از اون طرف سنبه پرزورتر میشه و قضیه حساستر. رئیس جمهور آمریکا: رژیم ایران باید به برنامه‌های بازرسی‌های سخت تن دهد. راه دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای بسته نشود، توافقی در کار نخواهد بود. خلاصه که دوران از این ستون به اون ستون گذشته، یعنی اصلا ستونی باقی نمونده که بخوان این ور اون ورش کنن. این بار مذاکرات مثل کش تیر کمون میمونه که سرش رو به عمامه عظماست، هرچی بیشتر کشش بده محکمتر میخوره تو ملاجش. یعنی این که بالاخره آخرش چی؟
آخرش خود علی گداست و همون دوتا راه همیشگی که جفتش یه راست. یه ضرب میره تو خاکروبه تاریخ.